سرخط مهمترین خبرهای روز. طالبان پیشنهاد جبهه مقاومت ملی را رد کردند. طالب ایومبکوف زخم جدی برداشت. مسئولین میگویند امکان بازسازی دانشگاه در کولاب را ندارند. سلام بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. شهلای عبدالله هستم. گروه تندروی طالبان که از 20 روز به این طرف کنترل کابل را در دست دارد، پیشنهاد جبهه مقاومت ملی با راهبری احمد مسعود را رد کرده است. احمد مسعود روز یکشنبه 5 سپتامبر گفت که به خاطر صلح آماده است جنگ را قطع کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه جنگجو، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که جبهه مقاومت در پنجشیر فرصت گفتگو را از دست داده است. اما شمار از عالمان دینی در افغانستان از تصمیم طالبان بر شروع جنگ در یک هفته قبل انتقاد کردند. آنها از جمله گفتند که طالبان حدود 2 سال با آمریکا سر میز گفتگو نشستند، اما پس از همگی 3-4 روز مذاکرات با نمایندگان جبهه مقاومت با راهبری احمد مسعود دستور جنگ دادند. احمد مسعود روز یکشنبه در صفحه فیسبوکش نوشت که از توصیه‌های عالمان دینی در کابل به هدف پیدا کردن راه حل سیاسی و صلح‌آمیز پنجشیر استقبال میکند. او در ادامه نوشت که اگر طالبان جنگجویانش را از اندرآباد ولایت بغلان و ولایت پنجشیر بیرون کنند، به گفته او جبهه مقاومت هم به طور فوری از جنگ دست خواهد کشید و به گفتگو آماده خواهد شد. طالبان روز گذشته در 6مین روز جنگ در پنجشیر ادعا کردند که تا مرکز این ولایت رسیدند، اما جبهه مقاومت ملی گفت که صدها تن از طالبان را کشته و صدها تن دیگر را به اسارت درآورده است. جبهه مقاومت گفت که طالبان در محاصره قرار دارند. در همین حال در پی جنگ طالبان با جبهه مقاومت، فهیمی دشتی، سخنگوی احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت با طالبان، شام 5 سپتامبر در ولایت پنجشیر کشته شده است. او کسی بود که چند روز اخیر تازه ترین خبرها را از درگیری های پنجشیر به رسانه های اخبار عام دسترس می نمود. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت، در صفحه رسمیش در فیسبوک خبر داد که همراه با او گنرال عبدالودود زهره، خواهرزاده احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان نیز جان باخته است. به اطلاع نظری هر دوی آنها در نبرد با جنگجویان طالبان کشته شدند. صفحه رسمی جبهه مقاومت ملی در توییتر اطلاع را تصدیق کرد. فهیمی دشتی روزنامه‌نگار شناخته و از مدافعان آزادی بیان در افغانستان بود. او 20 سال پیش ماه سپتامبر سال 2001 از حمله انتحاری گروه القاعده که سبب مرگ احمدشاه مسعود شد جان به سلامت برده بود. طالب ایومبکوف، یکی از افراد تاثیرگذار در ولایت بدخشان که قبلا مقامات او را از سرکرده‌های گروه‌های جنایی در خاروق نام برده بودند، بر اثر زنازنه دو گروه در طرفخانه مارکوپولو در شهر خاروق از سرش زخمی شده در حالت وزنین در منزل زیستش بستری میباشد. شاهدان و افراد نزدیک به ایومبکوف روز 5 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند که زنازنه در نیمه دوم روز یکشنبه رخ داد. مناقشه میان افراد ایومبکوف با گروه سلام پسر امام نظر، یکی از لیدران دیگر در ولایت کوهستان مختار بدخشان که ماه آگوست سال 2010 کشته شد صورت گرفت و در نتیجه طالب ایومبکوف بر اثر ضربه سنگ به سرش زخمی می شود. با نقل شاهدان او را به بیمارخانه میبرند و با وجود اصرار پزشک‌ها برای بستری نمودن همراهانش راضی نشده به منزل زیستش میبرند. وضع سلامتی او را وزنین شرح میدهند، اما در رابطه با انگیزه این زنازنی افراد هر دو طرف خاموشند و مقامات امور داخلی خاروق نیز هنوز شرح نداده است. شاهدان میگویند جای مناقشه طرفخانه مارکوپولو با منزل ایومبکوف دیوار به دیوار است. ماموریت دانشکده تکنولوژی شهر کولاب میگویند امکانی بازسازی بینای خود را که در سوختار از بین رفته بود ندارد و به این زودی ها هم دانشجویان نمیتوانند از آن استفاده کنند. این در حالی است که شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نو از حساب خیریه کارخانه ها به احیای آن دستور داده است. از وضع فعلی بینای دانشکده تکنولوژی شهر کولاب همکارمان محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد.
تا 3 ایون از این بینای سوخته دانشجویان و آموزگاران استفاده می‌بردند. اینجا مجلسگاه بود. اکنون از همه آنها تنها این نشانه‌ها و خاطره‌ها در ذهن دانشجویان و آموزگاران باقی مانده است. صبح 3 ایون سال روان این بینا سوخت. آتش آن را بی‌رحمانه نابود کرد چون سوختار ساعت‌های 3 به 4 صبح سر زد. وزارت کارهای داخله بعدی سوختار اعلام کرده بود که سوختار 200 متر مربع را فرا گرفت. تحقیق حادثه به پایان رسید و گفته می شود سوختار از رسش ناقل‌های هواپالا یا کندنسر سر زده است. به دانشکده 276,000 سومانی ضرر رسید. دانشکده 3,000 و برقچی آن 1500 سومانی جریمه شدند. در اساس قرار قبول نموده آنها حقیقتا مدیر خوجگی و دانشکده 3,000 دانشکده است. مبلغ جریمه دانشکده 3,000 1,500 برقچی. اکنون سران دانشکده از آن افسوس می‌خورند که یک بینای خوب را از دست دادند و قدرت دوباره ساختن آن را ندارند. پای همین مسئله کار کردیم هم با وزارت معماری و علم جمهوری تاجیکستان هم وزارت صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان ما مکتوب کردیم. خیلی وزیر محترم وزیر صنعت ابراز داشتن که کارخانه‌های صنعتی در دستور دادگیان حاضر اونا آماده هستند کمک دستگیری میکنن برقرار میکنن. آموزگاران و دانشجویان میگویند بینایی که به کام آتش رفت در گذشته یک مکان گذرانیدن چرابینی دانشجویان و آموزگاران به حساب میرفت. با گفته این مسئولین دانشکده حالا آنها به چنین بینا ضرورت دارند. حالا موقتا در دانشکده به جای بینای سوخته تالار ورزشیشان را به تالار مجلسگاه عوض کردند. با وجود این مسئولین دانشکده انتظارند که دوباره مجلسگاهشان بازسازی می شود. دانشکده تکنولوژی سال 2003 همچون فیلیال دانشکده تکنولوژی تاجیکستان تأسیس یافته سال 2015 عنوان دانشکده را گرفت و مستقل شد. صبح دیروز 5 سپتامبر در باغ ایرم شهر دوشنبه ایدی انگور، کدو و خربوزه و تربوز با تشبث وزارت کشاورزی مملکت و اشتراک کشاورزان جمهوری برگزار گردید. در نمایش فروش مذکور کشاورزان ولایت سوخت و خطلان ناحیه‌های تابع جمهوری از جمله ناحیه‌های رودکی، شهرهای حصار و ترسنزاده نوهای گوناگون کدو، انگور، خربوزه، تربوز و محصولاتی از آن آماده گردیده را به نمایش و فروش گذاشتند. بعضی خریداران از ارزان بودن نرخ آن نسبت به بازار گفتند، اما بعضی دیگر هم از این نمایش فروشگاه ناراضی رفتند. 15 سوم خریدیم اینا اینا در بازار 25 سوم اینا 30 سوم گرفتیم بیرون سودا کردیم اینجا گرفتیم ارزان خوکسیار میشه. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 6 سپتامبر را فرا میگیرد. 6 سپتامبر سال 1940 در دوره حکومت شوروی ساختمان شاهراه کلان پامیر به انجام رسید. این راه را در دوره امارت بخارا پیوند کننده آسیای مرکزی با امپراتوری بریتانیا و روسیه می نامیدند. در سالهای شوروی این راهی عبارت از صدها کیلومتر مسیر اساسی پیوست کننده دوشنبه با قلعه خمب، خاروخ، مرغاب و اوش گردید. 6 سپتامبر سال 2017 وزارت تندرستی تاجیکستان در توصیه‌اش به تحریر رسم مسلمانی ختنسور خواست که دستی کودکان در سن نوزادی تا 20 روزگی حلال کرده شود. در ترتیب گذرانیدن ختنه که وزارت تهیه کرد، انجام این رسم با جلب جراحان نه استادهای مردمی مشورت داده شد، چون این عادت در فرهنگ خلق‌های دیگر نیز وجود دارد و تا 7 سالگی طول دادن آن صلاح دانسته نمی شود. 6 سپتامبر سال 2018 به مقامداران تاجیک توصیه شد که از حساب خود در زادگاهشان به اصطلاح کارهای آبادانی کنند. منظور ساختمان و تعمیر راه، مکتب و دیگر مؤسسه های اجتماعی می باشد. برخی مقامات این توصیه را جدی گرفتند، ولی برخی سوالگذاری کردند که چرا ساختمان انشاءات اجتماعی که مسئولیت دولت است به دوش مقامات جداگانه واگذار می شود. در تاجیکستان برخی شهروندان عادی هم دست به تعمیر و ساختمان انشاءات اجتماعی میزنند، مثل نوربیبی دوستمرادوف 80 ساله که به جای زیارت حج با یاری پسرانش بیش از $16,000 مبلغ را به ساختمان 2 پل در ناحیه دیوشتیج صرف کرد. قرب پول ملی تاجیکستان سومانی نسبت به دلار کمی تغییر یافته است. ارزش روبل روسی تقریبا به تغییر است.
اینجا رسیدیم به آخر برنامه نویدی بامدادی. تشکر که با ما هستید.